بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان گرامی، در حلقه گذشته درباره اولین سفیر اسلام مصعب ابن عمیر صحبت کرده بودیم و گفتم که مصعب ابن عمیر یک چند وظیفه داشت. از وظیفه اساسی او تعلیم قرآن باشد، هم یک چند وظیفه های ضمنی داشت که او باید آن را اجرا میکرد. یکی از اساسی ترین وظیفه این دعوت مردم به سوی اسلام بود و مصعب باید یک قرآن زنده بین مردم مدینه میشد تا اینکه مردم او را بینند و به او اقتدا کنند و به دین او گروند. مصعب از عهده این کار خیلی خوب میبرآمد. بیاید به قصه اسلام سعد بن معاذ نظر کنیم که یکی از بزرگترین رئیسای قبیله بود و بنی عبدالاشهل که قبیله او بودند چگونه اسلام آوردند. میگوید که سعد بن معاذ همراه اسید ابن حضیر بود و اسید ابن حضیر یکی از یاردمچی‌های سعد بن معاذ و سعد بن معاذ گفت با اسعد بن زراره خشتباری دارم و خاله بچه من است، نمیتونم به او ضرر بیارم. تو گفت رو ترسون دیگر پیش روی هر دوی اینا گیر که دیگه دعوت بس کنن، دیگه مردم رو گمراه کردن، جوانای ما رو اره زدن، جوانان رو بهر نمود پدیده های نو گویا گرویده ایستادند و غیره. وقتی که اسید پیش مصعب و اسعد آمد، در آمدن زمان شروع کرد به دشنام دادن و حقارت دادن. مصعب گفت یک اول بشین صحبت کنیم فهمه اول درباره دین من تصورات پیدا کن، معقول شد قبول کن، معقول شد قبول نکن. بله انصاف کردی، گفت نشست گوش کرد، با مصعب قرآن خواند، حدیث خواند، دعوت کرد، نیکی های اسلام برای بیان کرد. مرد گفت من چیکار کنم که باید مسلمان شم؟ گفت کار نیم، کلمه شهادت رو میگی، غسل میکنی، کلمه شهادت رو میگی، خلاص اصلا دیگه کار زیادی طلب نداریم. بعد از اون اسید ابن حضیر نزد سعد بن معاذ رفت. سعد وقتی دید از چهرهش درک کرد که این مردک تغییر یافته است. گفت چون کرد؟ گفت بکنه. من گفتم رفتم من کردم. گفت که اول نمیدونست که دروغ گفتن گناه است در شریعت. گفت من کردم. خیلی گفتن مایلی خوب است ما احکام مقصد دیگه دعوت نمیکنیم. بعد گفت اسید برای اینکه سعدم نزد اونها را بعد گفت که شنیدم که بچه خالی تو رو بنی حارثه کشتنی هم برای خاطر تو رو تحقیر کردن و تو رو بی آبرو کردن. وقتی اینکه بشنید دیگر حماسه قبیلوی و حماسه خشتبارگیش گرفت، نیزه گرفت، سوی اسعد بن زراره و مصعب بن عمیر کرد. وقتی در اومد دیدن زمان اونها رو به دشنام باز شروع کردن. گفتن خشین شنو اول ما چی میگیم، اول دین ما رو فهم که دین ما چه خیلی دین است. وقتی شیش مصعب قرآن هم خوند، دعوت هم کرد، خیلی تأثیر رسوند و سعد بن معاذ در جای خودش ایمان آورد. قبل از این اسید به مصعب گفته بود که به تو یک شخص رو میفرستم که اگر ایمان آورد تمام قبیله ایمان خواهد آورد. وقتی که سعد بن معاذ ایمان آورد و نزد قبیله اش رفت، گفت مردم به من چی بها میدید؟ گفتن تو فرزند نیک هستی، تو پدرت خواجه ما بود، رئیس ما بود، ما تو رو حرمت میکنیم، تو انسانی صاحب سخن هستی بین ما، کلام تو محترم است. اینطور باشد. گفت از همین روز اعتبارا اگر کسی از شما اسلام قبول نکند، روی من برای و حرام است، من دیگه با وی نگاه نمیکنم، دیگه با وی نمیشینم، دیگه با صحبت نمیکنم. مردم جملگی به اسلام وارد شدند. با وجود اون که ببینید سعد بن معاذ شاید مکانت اجتماعی خودش از دست میداد، شاید منصب رئیس قبیلگیش از دست میداد، به همه این نگاه نکرده سعد بن معاذ در یک دقیقه یک دعوتچی بزرگ در اسلام شد و به برکت او بنی عبدالاشهل که رئیس آنها بود همگی به اسلام وارد شدن، بغیر از یک نفری که بعد از 4 سال بعد اسلام آورد. خلاصا این یکی از گویم که سعی و تلاش های مصعب بن عمیر در راه پیش بردن دعوت بود. ببینید برادر عزیز، اینجا نصرت الهی رو، کمک الهی رو ببینید که در یک وقت میفرد که شما تماما خیال ندارید که این وقت نصرت است. یعنی نصرت کی می شود و کدام وقت می شود، در کجا می شود، این در علم الله تعالی هست. اما وظیفه انسان، وظیفه مؤمن، وظیفه دعوتچی این است که مثل مصعب و مثل اسعد بن زراره در دعوت باشد، مخلص باشد، برای الله تعالی دعوت کند، در روی خودش پابرجا باشد و ثابت قدم باشد و نصرت از طرف الله تعالی خواهد آمد. یعنی تصور کنید 3 سال پیش مسلمانان چه حال داشتن در مکه؟ سوره همین اندوه تصور کنید، شکنجه‌ای که بالا پیامبر آمد. 2 سال پیش چه حال داشتن مسلمان؟ فقط 6 نفر مسلمان بود. 1 سال پیش چه شد؟ 12 نفر مسلمان شده بودن. این سال مصعب بن عمیر وقتی که در مدینه یک چند ماه فعالیت برد، به مکه پس از موسم حج بازگشت.
تا اینکه به پیامبر علیه السلام گزارش خود را رساند. گزارش مصعب هم جهت سیاسی داشت، هم جهت دینی داشت، هم جهت اجتماعی داشت، هم دموگرافی، هم جیوسیاسی و همه طرف‌ها رو بررسی میکرد. ما درباره بزرگای خزرج، بزرگای اوس معلومات داد، درباره یهود مدینه معلومات داد، درباره چگونه مدینه معلومات داد، درباره چگونه مدینه یک شهری محصن است که دشمن نمیتونه داخل شه، زیرا که مدینه از اون طرفش که سنگ خوره ها خوب میرفت، از طرف دیگرش کوه مدینه حمایه میکرد و در آمدن به مدینه آسان نبود. خلاص همین چیزا رو مصعب وقتی بیان کرد گفت که پیامبر علیه السلام دیگر اون شخصیت رو غایبانه شناخت شدن، به کوچه های مدینه، به محله های مدینه، به انسان های مدینه پیامبر غایبانه شناخت شدن. میگذاریم به درس بیعت عقبه دوم یا اینکه پیمان عقبه دوم. دوستان عزیز، برای اینکه درباره پیمان معلومات دهیم روی ما بریم به حدیث جابر و حدیث کعب بن مالک. جابر بن عبدالله و کعب بن مالک هر دوشون همین چیز روایت کردن. ما باشد این روایت ها رو به هم آمیخته برای شما میگیم برادر عزیز چگونه بیعت دوم عقبه دوم سر زد. میگه که ما در مدینه نشستیم، میگه جابر بن عبدالله، و به خود گفتیم که تا کی پیامبر در عذاب و شکنجه و در آزار میشن، تا به کی در کوههای مکه سرسان و سرگردان میگردن، پیامبر بیاریم اینجا حمایه کنیم، پیامبر دعوت خودش رو برای دیگران رسونند. ببینید در 2 سال پیش از این سخنایی که اینا با خود زدن، پیامبر موسمای حج میبرمدن، از مردم نصرت و کمک طلب میکردن، میگفتن کی حمایت میکنه من که تا که دعوت خدا رو به مردم رسونم. اینجا باشد خود مردم طلبگارن، این انسان های پاک و این انسان های نجیب خود طلبگاری حمایت پیامبر هستند، در حالی که در موسم پیامبر به دیگران پیشکش میکردن و اونها پیامبر قبول نمیکردن، حمایت به عهده خود نمیگرفت. ببینید وقتی که الله تعالی کمک میخواد، نصرت میخواد، چگونه سبب ها را مهیا میسازد. بگید برآمدیم 75 نفر، 73 نفر مرد و 2 نفر زن عازم حج شدیم و در قافله‌ای که از مدینه برآمد عموما 300 نفر بود، 225 نفرشون کافر و مشرک بودن و 75 نفر مسلمان. برآمدن به اینها پیشکی با پیغمبر باید وام خوردن، جای واخوری هم معین شده بود. اینجا بعضی مشکلی ها بود برادرها، مشکلی های عبارت از اون که پیامبر چگونه به این 75 نفر در یک قلب دولت کفر وام خورد، در جایی که تمامی مقامات های مکه از قفای پیامبر و صحابه ها چشما رو مونده بودن، جاسوساشون پیگیری میکرد، تعقیب میکرد. باید پیامبر اول نقشه طرح ریزی میکردن که چگونه با اونها واخورن که مکه و مقامات مکه از این چیز بخبر باشن. این چنین پیامبر باید با یکایک آنها صحبت کنند. چرا که اینجا بعضی بندهای هست و وقتی که بند از بند عبارت میشد این عهدنامه و پیمان پیامبر علیه السلام، شاید انسانایی میشن که و چیز رو نفهمیده امضا میکنن، یا اینکه بعد از اون که مدینه میرن میگن که ما از این بندش آگاه نبودیم، از بندش ندیده بودیم، ما به این بند راضییم، به اون بند راضی نیستیم. برای اینکه همین چیزها نشود پیامبر میخواستن که با یکایک آنها سخن خودشون رسونند و شرط های خودشون رو به اونها رسونند، بعد از اون با اطمینان و آرامی به سوی آنها هجرت کنند. برای آخری ببینیم پیامبر چه تدبیرهای امنیتی پیش گرفتن، خیلی زیرکانه، چون که این واخوری و این جمع آمد تاریخ بشریت را دیگر خواهد کرد. بنابراین پیامبر تدبیرهای امنیتی خوب گرفتن. یکم زمانش یعنی که وقتی برقرار شوی این جمع آمد در 3-1 میانه شب شد. اینجا هم سوال میشه که چرا 3-1 میانه شب؟ چرا که 3-1 اول غالبا انسانایی که شب دیر خواب میرن خوابشون نمیبرد، در اون وقت حرکت کردن خیلی خطرناک است. و 3-1 آخر شب انسانایی که بر وقت میخیزند اونها بیدار میشوند و حرکت در اون وقت خیلی خطرناک باشد. اما 3-1 میانه غالبا اکثر آدما در خوابی عمیق قرار دارند. بنابراین پیامبر همین وقت رو اختیار کرد. دومش روز واخری رو پیامبر 13 ذوالحجه قرار دادن، چرا که 13 ذوالحجه آخرین روز حج بود و بعد از تمام شدن حج مردم پراکنده میشدن. این هم معنا داشت، معناش این بود که اگر قریش مبادا با خبر شود باید انسانهایی که با پیامبر پیمان بستند از مکه بیرون باشند و قریش نمیتونه که اون رو دستگیر کنند، شکنجه کنند یا اینکه تحقیق کنند با اونها
و این هم به فایده مسلمانان انجام خواهد یافت. بنابراین روزش نیز روزی آخر حج قرار داده شد. جایش نیز چنان به دقت انتخاب شد که باید که از خیمه هایی که حاجی ها در مینا می‌زدند کمتر دورتر قرار می داشت و در داخل دره میشد تا اینکه کسی از این حرکت پیامبر و حرکت مردم یثرب باخبر نشود. و انصاری ها نیز یعنی که مدینگان نیز باید با احتیاط حرکت میکنند. و کعب ابن مالک خیلی روایت عجایبی دارد در مسند امام احمد. ما میگوید وقتی زمان واخوری با پیامبر اومد، یک کس دو کس از خیمه های خود بیرون میشدیم، به سوی جایی که پیامبر معین کرده بودن میرفتیم و مثل پرنده قطا، یعنی که مثل پرنده که آهسته آهسته راه میره بود و کسی خش پای او رو نمیفهمد، مثل همون حرکت میکردیم. و مشرکایی که با ما بودن همه خواب بودن، میگه برامدن رفتن. خب اونجا رفتن که پیامبر علیه السلام اومده بودن، یا اینکه پیامبر از اونها پیش اومده انتظار بودن، یا اینکه اینها رفتن و بعد پیامبر اومدن. اما از طرف پیامبر نیز خیلی تدبیرهای عجیب گرفته شده. از پیامبر نیز یگون مسلمان خبر ندادن جز 3 نفر: عباس عمکشون، ابوبکر و علی. به دیگر مسلمان خبر ندادنشون معنیش نیست که یعنی که به آنها باور نداشتن، یعنی که یک چیزی است که باید تو این پیمان بسته شدن باید که آوازه نشد. شاید که اگر از خرسندیش میگه که این روزهای نزدیک یک خبری خوب خواهد شد، مسلمان‌ها باید نصرت من، بعد آوازه پخش میشه بین مشرکا، دیگر مشرکا تدبیرهای خودشون رو میگیرن. بنابراین پیامبر به کسی از این چیز خبر نداد. و وظیفه ابوبکر و علی هم معلوم بود، باید که اون دو کس در دو طرف دره می ایستادن و اگر یگان حرکت شبهه‌ناکی رو ملاحظه میکردن، میرفتن به پیامبر خبر میدادن تا اینکه اون مسلمان‌های نو دستگیر نشوند یا شکنجه نشوند. سوال: وقتی که همه این کارها میشد، وقتی که 75 نفر آهسته از بین قبیله بیرون اومدن، جایی موعدگاه با پیامبر اومدن رسیدن، پیامبر اومدن رسیدن، همراهشون عباس است. مشرکا کجا بودن؟ ابو جهل چیکار میکرد و ابو سفیان چیکار میکرد و ولید بن مغیره چیکار میکرد و عاص بن وائل و عتبه بن شیبه و ابی بن خلف و امیه بن خلف، اونها به چی مشغول بودن؟ خسرو ایران به چی مشغول بود؟ قیصر روم به چی مشغول بود؟ دشمنای پیامبر به چی مشغول بودن؟ همه به خواب عمیق، همه به خواب عمیق. در حالی که این همین جمع آمد، تخت همه اینها رو واژگون خواهد کرد. تخت همه اینها پس از این جمعیت دیگر واژگون خواهد شد. بین تدبیر الهی، اینو میگن تدبیر الهی. یک گروه کوچک، یک گروه 75 نفره جمع می آیند و جمع آمد آنها و پیمان آنها و دست دادن آنها با پیامبر و دست دادن پیامبر با آنها مسیر تاریخ بشریت رو دیگر میکند، تاریخ رو دیگر میکند، خریطه جهانی رو دیگر میکند. در جهان یک قوه نو بروز میکند که این قوه اسلامی هست. این قوه محمد علیه السلام است، دولت محمد علیه السلام است که هم امپری فارس رو به زانو میشناند، هم امپری روم رو به زانو میشناند. اما همه این دشمنان اون شب خوابند، کسی خبر ندارد که چی شده ایستاده است. اما این تدبیر الهی چه خیلی گفتیم، 75 نفر تاریخ بشریت را به دیگرگون شوی سوق میدادن. جمع سر شد. کشادشی جمع را سخنگوی میتونم گفت پیامبر، سخنگوی رسمی پیامبر عباس ابن عبدالمطلب شروع کرد. چرا عباس رو پیامبر انتخاب کرد؟ اینجا عباس اومد تا اینکه برای اونها فهموند که پیامبر در حمایه هست. خیلی در روایت آمده است، میگه که عباس ابن عبدالمطلب برآمد وقتی که اسعد بن زراره پیامبر گفت که پیامبر هر چی میخوای برای خودت از ما پرس، ما اون رو اجرا میکنیم. خب عباس برآمد گفت ای مردم، ما بنی هاشم این محمد رو در زیر حمایه خود داریم، محمد در زیر حمایه ما هست، کسی به کاردار نیست، در عزت است، در آبرو هست. اگر شما میتوانید که محمد در حقیقت تا آخر حمایه کنید و به دشمناش تسلیم نکنید، ما راضی هستیم که محمد به شما رو. نه اگر شما تا آخر استادگیری کردن میتونسته باشید، از همین حاضر شما باید از این چیز دست کشید تا اینکه در آینده شرمنده نشوید در دنیا و در آخرت. دین دوست عزیز، باز میگم که عباس اگر اینجا حمزه می آمد، مشرکان میگفتن که خیلی حمزه هم عقیده پیامبر است، هم دینش است، برو بریم حمایه چی عرض کرده شده است. اما آمدن عباس یک
برای همون انسانی که میخواستن با پیامبر پیمان بندند یک مسئولیت بالاشون بار میکرد که ما گرچند که مشرک هم باشیم برای خاطر هم قبیله بودن بنی هاشم حمایه محمد به خود گرفته است. بعد پیامبر علیه السلام به آنها گفتن که وقتی اسعد بن زراره از پیامبر طلب کرد که ای پیامبر برای خودت و برای خدا از ما عهد کن، پیامبر علیه السلام گفتن اسألكم لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. آنچه که برای خدای خودم میخواهم این است که او رو تنها عبادت کنید و کسی را و چیزی را برای او شریک نیارید. و اسألكم لنفسی و لاصحابی، برای خودم و برای اصحاب خودم و صحابه خودم چی میپرسم من؟ ما رو جا دهید، ما رو پناه دهید و ما رو نصرت دهید و ما رو منع کنید از دشمنان تا اینکه ما کامیاب نشوند. بعد ما گفتم که اگر ما این کار کردیم برای ما چی میشود؟ پیامبر گفتن برای شما بهشت. خلاصه این اونچه بین اسعد و بین پیامبر علیه السلام گذشت. خلاصه ببینید انصاری ها وقتی اومدن از پیامبر به پیغمبر حمایت خود پیشکش کردن، پیامبر علیه السلام در حالت وخیم قرار داشتن، در حالت وزنی قرار داشتن. همه مکه علیه پیامبر در دعوت در مکه شخص شده مونده بود، کسی نمیتونست حرکت کند. با وجود این پیامبر شرط گذاشتن بالا اونها، یک چند شرط گذاشتن تا اینکه اونها حس کنن که یعنی که پیمان بستن با پیامبر یک کار بازی نیست. هم اینجا پیامبر میخواستند به مردم فهمونن که مرحله پیش مرحله شخص سازی بود، یعنی ساختن فرد بود. هر کی خودش نمازش میخواند، عبادتش میکرد، خودپرستی میکرد، دیگه کارش میکرد، به جامعه کار نداشت. مرحله ای که ما حاضر قدم مونده ایستاده ایم، میگم پیامبر، این مرحله ساختن جامعه، مرحله ساختن امت است. یعنی ساختن امت چه است؟ این فرد نه تنها در فکر اصلاح خود است بلکه در فکر اصلاح دیگران نیز است. بنابراین این مرحله حساس تر بود. بنابراین پیامبر باید که شرط ها رو بالا اونها میگذاشت. این پیمان از 5 بند اساسی عبارت بود. پیامبر علیه السلام گفتند و من عهد میکنم که یکمش اطاعت هم در حال سبکی هم در حال وزنی. دومش نفقه کردن در راه دین هم در حال وزنی هم در حال سبکی. یعنی خواه کم بغل باشد خواه باشد، وقتی که دین احتیاج پول پیدا کرد احتیاج میده نفقه میکنه در راه دین. سومش امر معروف و نهی منکر. یعنی انسان مسلمان چه خیلی گفتیم اینجا علیه ساختن امت که هست باید که اطراف رو نیز از خطاگی نگه داشت، اونها رو نصیحت کرد، به اونها رو راهنمایی کرد. و چهارمش پیامبر گفتن که سخن حق رو در همه حالت میگوید. در اینجا به عباره لا تأخذكم فی الله لومة لائم، ملامت کننده رو پروا نکنید، سخن حق رو برای مردم رسانید. و اخیراً گفتن که آنچنان از من حمایت کنید که از اهل و عائله و فرزند و مال خود حمایت میکنید. یعنی این 5 بند است، 5 شرطی من است که اگر این 5 را شما قبول کردید من با شما به مدینه خواهم رفت. یعنی عادتاً وقتی گفته شنید میبینیم برادرها در گفته شنید کشاکش میشد، بندها رو مناقشه میکنند در پیمان ها. این بند علاوه باید باشد، این بند باید کم شود، این بند تغییرات وارد شود، این بند برداشته شود. اما انصاری ها که معدنشان معدن پاک بود، انسان های نجیب بودند، اینجا به یگان قید و شرط راضی شدن که 5 شرط پیامبر قبول کنن و به عهده گیرن. در حقیقت این در تاریخ انسانیت یک پیمان کم نظیری هست. برای ابن معرور که نماینده یثربی ها بود، از جایش خیلی با پیامبر خطاب کرده گفت والذی بعثک بالحق، قسم به اون ذاتی که تو را به حق فرستاده است ای محمد علیه السلام، ما تو را حمایت خواهیم کرد اون چنانی که اهل و عائله خود را حمایت میکنیم. بیا دستت را ده، با تو بیعت میکنیم. ببینید چه سراسیمه هم مرد، التماس دستت را کشام به تو دست میدیم، به تو بیعت میکنیم. به همه عباره بایعنا یا رسول الله، و ما بیعت کن ای رسول خدا، با یک احساس. بعد وقتی که برای ابن معرور این سخنها رو میگفت، یک شخص دیگری به نام ابو هیثمه سخن رو برید یا تمام کرده تمام نکرده. ابو هیثمه خسته گفت ای پیامبر، تو میدونی که ما به این مردم، یعنی اشاره به یهود که در مدینه بودن، به این مردم عهد و پیمان ها داریم.
ما برای تو شده عهد و پیمانمون با اونها کنده میکنیم و وقتی که تو کامیاب شدی، ظفریاب شدی، وقتی که تو غلبه کردی بالای قوم خودت، با نشود که ما رو با یهودا تنها گذاری به مکه روی. ببینید اینجا میتونم گفت که یک دیالوگ بین لشکر و سرلشکر است، بین یک شهروند عادی و یک رئیسی که انتخاب کرده ایستادن. پیامبرم خفه نشدن، تو چی گفتی ایستادی؟ من پیامبرم، تو چی خیلی شک میکنی به مردی و وفاداری من؟ نگفتن این. تبسم کردن، چه خیلی که در بعد میگه جابر تبسم رسول الله، گفتن که بل دم الدم والهدم الهدم، انتم منی و انا منکم، انتم منی و انا منکم. همین بارو تکرار کردن پیامبر. یعنی گفتن که خون به خون، گفتن کسی رو که خونش زیری پا کرد منم زیری پا میکنم خونه ویا. بعد گفتن که شما از منید، من از شما هستم، شما از منید، من از شما هستم. و هر کسی اسالم من سالمتم و احارب من حاربتم، با کسی جنگ اعلان کرده جنگ میکنم، با کسی صلح کرده صلح میکنم. دیگری پیمان ما هم معنی دارد. پیمان که دو طرفه شد، شما هم عهدهداری خودتون دارید، منم عهدهداری خودم دارم. سخنی برای ابن معروف تمام شدن داشتی که عباس ابن عباده هم شخص دخالت کرد. گفت هی مردم سراسر نشه، سراسر نشه، اوست. شما میدونه برای چی به این مردک پیمان بسته ایستاده؟ به چی به این مردک دست داده ایستاده؟ شما وقتی به این مردک پیمان میبندید گویا که به سرخ و سفید و سیاه و همه نمودی مردم جنگ اعلان کرده باشد. آیا شما به تحمل جنگ اونها آماده هستید؟ آیا به تحمل اذیت اونها آماده هستید یا نه؟ سراسر نشده اول خوب فکر کنه. یعنی میخواست چشم قومش رو کشاید. دیده و دانسته اونها با پیغمبر پیمان بندند. یعنی زیر احساسات وقتی دیدن که هم با پیغمبر میخواد پیمان بندد، زیر احساسات قرار گرفته بیان نکنه گفت، بلکه باید چشم خود رو کشاید. دانید که شما بچی و برای چی با پیغمبر پیمان بسته ایستادید. ببینید چه خیلی انسان‌های زیرک و انسان‌های از جهت سیاسی پخته بودن. بعد انصاری گفتن که ما میدونیم گفتن با پیامبر به چی بیعت کردیم، لیکن قیمت این بیعت چی است؟ بازم پیامبر علیه السلام گفتن که بهشت است. وقتی بهشت است گفتن، مردم گفتن دست گفتن پیامبر. وقتی پیامبر دست خودشون رو کشودن، بازم اسعد بن زراره اومد دست پیامبر گرفت. گفت هی مردم، گفت آهسته سراسیمه نشوید. او شما میدونید به چی قدم زده ایستادید، به چی کار دست زده ایستادید. بازم میخواست چشم آنها رو کشاید. این کار شما به تمام عرب جنگ اعلام کردن است. این کار شما معنی اون داره که بالای شما شمشیرهای زیاد فرو خواهد آمد. شمشیر باران میشه شما گفت. میدونید این کار یا نه؟ بعد مردم وقتی این سخنی که دیدن میگن که اسد گفتن دست گرفتن، دست دور گفتن، بعد شروع کردن به بیعت کردن. یکم میگن که برای ابن معروف بیعت کرده است. صورت مختصر این بیعت. برادر ما اگر این خیلی حدیث دراز است، اگر جمله این شرح میدیم، جمله اگر حکمت گیریم خیلی دراز میشه. ما برای شما فشردهش آورده ایستاده، بس بگم که وقتمون تنگ است. خب بعد این دیگر بیعت 75 نفر انسان شد. تماس گرفتن با آنها، چگونه از خبر آنها باخبر شده ایستادن، چگونه از نویگرها باخبر شده ایستادن، باید طرحریزی میشد، نقشش ریخته میشد تا اینکه پیامبر به یک شکل معین با آنها رفت آمد کنند و آنها معامله کرده است. بنابراین ببینید با پیامبر بزرگشان گفتن که از بین خود 12 نفر رو تعیین کنید، یعنی که 12 نفر رو بیرون کنید، اونها نقیب میشوند، یعنی که نماینده های شما در نزد من خواهند شد. ببینید پیامبر استبداد نکردن، گفتن گپی من گپ دیگه 12 نفر فلان برو نگفتن، یعنی انتخاب بالای خود خلق گذاشتن. چرا؟ چون که وقتی خلق خودش انتخاب میکند نسبت هم نماینده‌اش احترام دارد، هم نسبت اون شخصی که با نماینده‌اش کار میکند احترام خواهد داشت. اینجا پیامبر اینا خوب درک میکنن، برای گفتن که از بین خود 12 نفر برورد بیرون. 75 نفر از بین خود 12 نفر رو نقیب اعلام کردن، یعنی که نماینده. و پیامبر علیه السلام کار اونها رو به اونها فهموندن. به همین برادرها بار اول در تاریخ قبیله اوس و خزرج که 10 ساله ها خون ریزی میکردن بین خود و اخران جنگاش حال خونش خشک نشده بود و بوی خون از مدینه نرفته بود.
یک حکومت ائتلافی، یک حکومت مراسای ملی تشکیل کردند در چهره همون 12 نفر. این هم به برکت محمد علیه السلام. یعنی یک قومی که چندین سالها با هم دشمن بود و یدریکش میکشت، امروز اومد سر یک میز جمع شدن و یک حکومت فراگیر تشکیل کردن که در اون همه طایفه ها بود و همه گروه ها بودن و همه قبیله ها بودن، همه عائله های اشیره هایی که از قبیله ها تکفین میبن بودن و یک حکومتی چه خیلی گفتیم مراسم ملی تشکیل شد. چه خیلی که درباره 6 نفری که به پیامبر بیعت کردن گفتیم، اونا گفتن که امید داریم که تو مردی باشی که قوم اوس و خزرج رو سرجم کنی و به همین اوس و خزرج سرجم شدن. بینید دوستان عزیز، الله تعالی در قلب کفر، در جگر کفر، حاجی ها، هزارها شاید حاجی های مشرک در آنجا قرار داشتن، لیکن به حمایه خود همین جمع آمد را به یک خوبی به نیکی تشکیل شد و کسی ضرر ندید و سر آنها نیز در اونجا در اون وقتی جمع شدنشان آشکار نشد. و این است معنای آیتی ان الله یدافع عن الذین آمنوا، که با همین داستان بیعت عقبه دوم یا پیمان عقبه دوم به آخر میرسد و این پیمان خیلی پیمان نیک بود و با برکت بود. از پیمان اولی فرقش در اون است که در پیمان اولی که نامش بیعت زنها بود، در اونجا نبرد نبود، در اونجا حمایه نبود، اما اینجا در این بیعت یا در این پیمان با پیامبر علیه السلام همه بندهای اخلاقی بود، علاوه بر اون حمایت از پیغمبر اونچنانی که حمایت از عائله و اهل و مال و ملک بود. آیا مشرکای مکه از این جمع آمدی پیامبر با یثرب خبردار شدند یا نشدند؟ این را ان شاء الله در حلقه آینده خواهیم دانست و شما رو در پناه الله تعالی میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.